برداشت فکر کرده یه چیز سخت گفته همه چیکار می‌کنی؟ همون هیچ هم سخت نیست. اصلا مال خودتونه. مال خودمونه. بازیگریه بچه‌ها. ببین به شغل پایینش هم یه توضیح کوچولو داده شده. از هر تیکه از فیلم‌ها یه مونولوگه که این مونولوگ ممکنه طنز باشه، ممکنه درام باشه یا هر چیز دیگه. شما اونو یا پایینش نوشته، مال هر کس رو نوشته، یا مثل خودش اجرا می‌کنین. قرعه کشی می‌کنین. آخه دیدین فیلم‌ها رو همه رو دیدین. یا مثل خودش اجرا می‌کنین، یا اگر مثل خودش اجرا نکردین اون زیر نوشته که شما باید اینو با خنده اجرا کنین. وای اونو با بچه‌ها خنده من اجرا کنین. عاشق این بازی هستم. خب این بازیه خیلی مرتبط مرتبط با کارمون. اجازه بدید من چون چشم نمیبینه میخوام با عینک باشه کنم. دو تا برداشتی؟ دو تا چرا برداشتی؟ آها یکی که اجرا میشه. اول خب نه یه لحظه صبر آخه چجوری باید ببازه؟ بازنده یعنی چنین بعد بازی کنه. یعنی رأی میدین که اصلا خوب بازی ما نکنه. رأی میدیم که کی خوبه. خیلی خوب. 4 ریز نمیشه. بلند بخون. بلند بخونم. بلند؟ نه بلند بازی خودت بخون، بلند بخون و بازی کن. کاری و حکم نداری، حکم رو کاغذ مال محکومه. مسئولیت حکم مرسی. نه یادم اومد. یه لحظه بعد آخرش هم هر چی باشه با من کنم انصاف شد. آقای راننده آقای راننده یالا بزن تو دهنده برو به سمت تهرون میخوام برم تلویزیون من میشم همکار مجری همدم و همراه مجری میگم و میخندم و شاد و سرخوشم میخندیم و شادیم و سرخوش واسه بچه ها داریم برنامه خوش برو بزن به تلویزیون برو به تلویزیون نسیم جان با لحن کلاه قرمزی آره دیگه درست داره تمرین میکنه راننده باجا برم به دنده باشو برو به تهرون بریم به تلویزیون ببین آقا وقتی یه مرد همه چیزشو میذاره تو خونه نمیذاره آب تو دل زنش تکون بخوره واسه چی زن از خونه میره بیرون؟ من که چیزی کم نذاشتم. شما ازش بپرسید من چیزی کم گذاشتم. آقا من دوست ندارم زنم بدون اجازه من از خونه بره بیرون. آقا من آبرو دارم. من دوست ندارم زنم خودشو نونوار کنه. دوست ندارم آرش کنه بره خرید. دوست ندارم با مرد غریبه بگو به خند را بندازه. دلش میخواد خیابون گردی کنه. آقا من دلم